سلام، من کامیز حسینی هستم. این 14مین قسمت از برنامه پارازیت، برنامه‌ای که برای شماست. شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. نماینده ولی فقیه در دانشگاه یزد گفت به دلیل اینکه پوست آرنج شبیه پوست بیضه است نباید آستین کوتاه پوشید. خبر واقعیه واقعا. یعنی همچین حرفی زده یارو. ولی نگفت یعنی اگه آستین کوتاه بپوشیم همه به آرنج آدما نگاه میکنن یا چی؟ یعنی خب حالا با این همه شباهت نمیشه آستین کوتاه پوشید بعد یه دونه از این شورتای ماماندوز نخی هم مثلا دستمون کنیم که مثلا چیز بشه و اینا. آرنج که احتمالاً زلزله نداره داره. این احمدی نژاد یادتونه واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست. بچه‌ها دوستان موشون عجوری بذارن به تو چه ربطی داره؟ خب یه گزارشی هم از تلویزیون ایران پخش شد که به شدت ما رو یاد این حرفای آقای احمدی نژاد انداخت که قبل از انتخاب شدن در دوره اول به عنوان رئیس جمهور گفته بود. این روزها بسیاری از مدل‌های موی رایج در بین جوان‌های جوامع مختلف از جمله جوان‌های ایرانی نمونه‌های الگو برداری شده از مدل‌هایی که هیچ سنخیتی با فرهنگ و ملیت این جوان‌ها نداره. مو که دیگه ملیت نداره خانم، که بابا این موی سر منه، این موی سر اونه، بیگودی بسته، به خودش مربوطه. به من چه مربوطه اون به سرش بیگودی بسته؟ آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا حالا؟ 4 تا؟ انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. کف میزنین براش؟ آقا حرف که مالیات نداره. همین 4 تا قطعنامه کمر ملت تا چند سال دیگه میشکنه. 4000 تا که بماند. بعد شما نشستین کف میزنین. باریکلا یه کاری کرد، قطعنامه علیه ما صادر کردن. باریکلا فهم. ترقه بود بابا، راحت با صندلیو چرا پرت میکنی؟ چی بود این؟ یا ترقه بود یا کامران. اوکی؟ آره بابا چی بود این؟ الان همه پلیس زنگ میزنن. قیش اینو. این اسرائیلیا همش میخوان منو بکشن نمیتونن. صهیونیستا. او دود من خودم این بالا میندازم پایین بعد تو میای اینجا میگی اون قسمت رو در میاریم. یعنی چی در میاریم؟ سین dying here. There is a bomb. عرقتو پاک کن. دماغ یه آقایی هم پیدا شد گفت برق ملت که میره تقصیر وزارت نیرو نیست، مردم دزدن، کابلای برق رو 5 کیلومتر میدزدن. 3 شب پیش بلوار نیایش شما یه خاموشی 5 کیلومتری تو معابر ما ایجاد شد. خب مردم حق دارن سوال کنن 5 کیلومتر. بعد ما رفتیم دیدیم که شبکه کابلی ما سرقت شده. 5 کیلومتر شبکه کابل دزدیدن. بله از این موارد که سادمون ما خیلی داریم، تأسیسات زیادی در سطح تهران، نه تنها علیرغمی که میگم هم دوستانمون تو نیروی انتظامی دستگاه قضایی همکاری خیلی خوبی دارن، یه ناهنجاریه مثل یه سری از ناهنجاری ازشون در نکنه همکاری کنه. چطور 5 کیلومتر کابل برق ازش استفاده کنیم؟ بله دزدیدن آدم‌ها حرفه‌ای هستن. 5 کیلومتر کابل برقدار یکی دزدیده در روز روشن. شما به کابل اینجوری دست بزنی برق میگیره میفتی میمیری. آقا وزارتتون بیدر و پیکره داره با سلام صلوات اداره میشه، چرا تقصیر رو گردن دزدا میندازی؟ عزیز من دروغ هم میخوای بگی مثل بعضیا در حد حاله بگو که همه باور کنیم. شاعر، جاسوس اسرائیل، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی، جاسوس آمریکایی‌ها، فعال سیاسی، جاسوس جمهوری اسلامی، نویسنده، کارشناس مسائل سیاسی ایران، شما کدوم هستید آقای نوری‌زاده؟
من شاعرم در درجه اول و بعد روزنامه نگار. حالا همه مشکلات ما تو ایران حل شد دیگه، چرا باید راجع به همجنسگرایی الان حرف بزنیم؟ آخه اینم شد مشکل. خب این سوالی هست که خب خیلی ها اینا رو میگن مشکل اون کی بخواد حل بشه. یعنی شاید نزدیک به بیش از 100 سال هست که دارن میگن که حالا این چه وقت این حرفاست. هر وقت که عملا مهربانانه ترین عکس العملی که مردم ممکنه به این موضوع داشته باشن این هست که بگن بله ما میدونیم مشکلات زیاده ولی الان مسائل خیلی مهمتری داریم. این بود برنامه این هفته پارازیت. من سامان اربابی هستم. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم که گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.